یک شاخ گل، برنامه شماره 173. مرا دردیست در دل بیقرار از هجر یار خود. مرا دردیست در دل بیقرار از هجر یار خود. چه گویم پیش بی دردان ز درد بیقرار خود. از آن پیوسته در عالم چنین سرگشته می‌گردم، از آن پیوسته در عالم چنین سرگشته می‌گردم که می‌بینم چو زلف خود پریشان روزگار خود. از آن پیوسته در عالم چنین سرگشته می‌گردم که می‌بینم چو زلف خود پریشان روزگار خود. به کار خویش حیرانم، به کار خویش حیرانم که از عشق بتان هرگز سر و سامان نمی‌بینم من مسکین به کار خود.
ابیاتی که آمیخته به آهنگ پیانوی آقای محجوبی در مایه دشتی انشاد شد از شاعری است که گاه سیده و گاه ملک تخلص می نموده. نامش سیده بیگم است و مشهور به شاه ملک. برخی این سراینده را معاصر رشید الدین وطواد و بعض دیگر این نظر را غلط دانستند، همچنان که بعضی تخلص وی را سیده و بعض دیگر ملک نوشتند. آنچه محقق است این است که این زن سخنور از سادات گرگان است و به شاه ملک مشهور. گلی از باغ وصل او نچیدم بر مراد خود، گلی از باغ وصل او نچیدم بر مراد خود، چو غنچه گرچه خون دیدم دل امیدوار خود.
پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 173 بود که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم گردیده. آهنگ دشتی از شیدا، گوینده روشنک.